از دین سر گذارو the fast, no turning and free. Go, make the sign of the sea. ایران فیلم تقدیم می کند. تو باید حرف بزنی. بگو بقیه کجا مخفی شدن. 10 ضربه دیگه بزن. قربان سرخپوست ترجیح میده بمیره ولی به همراهای خودش خیانت نکنه. اینطور فکر میکنی ها؟ خیلی خب منو با اون تنها بذار. خواهش میکنم به خاطر خودت هر چی کاپیتان میخواد بهش بگو. اون گروهبان خرف کاملا درست میگه. تو ترجیح میدی بمیری و چیزی به ما نگی، ولی من از تو هیچ اطلاعاتی نمیخوام. فقط میخوام سکوت کنی. تو یه خانواده داری. دلت میخواد دوباره اونا رو ببینی؟ من خیال دارم تو رو برگردونم به کلیسا. چند تا داستان بی‌ضرر برای اون کشیش کله شخ تعریف میکنم. اگر انکار بکنی، اگر دهنت باز بکنی و با حرفای من مخالفت بکنی، دیگه هیچ وقت خانواده‌تو نخواهی دید. خوب فهمیدی؟ گروهبان گارسیا، این زندانی همین الان به همه چیز اعتراف کرد. اعتراف کرد؟ افراد بگو آماده باشن. ما همین الان میریم به کلیسا. بهشون بگو آماده جنگ بشن. گفت جنگ؟ با تجهیزات جنگی کامل. افراد خائن باید مجازات بشن. اطاعت بشه کاپیتان. افراد آماده باشن. No, Bernardo, you've got to try harder. I never yet knew a Spaniard who couldn't learn how to play the guitar. Now, watch here. The fingers here, huh? Now, you try it. Here, we sit down. It's easier. Here. No, you mustn't give up. If you're ever going to cover for me when I'm out riding a Zorro, it must sound as if I'm here practicing. Now, go on. You'll get it. Never mind. I must ride to the mission to make sure that Don Nacho got away safely. Now, you just keep practicing, eh? دیگو، خوشحالم که تو هستی. خیال میکردم کاپیتان موناستریا دوباره برگشته. سرخپوستای شما هنوز توی تپه هان. بله، وقتی خطر برطرف بشه برمیگردن. دوناچو از اینجا رفته؟ هنوز نه، من گفتم اینجا بمونه تا اوضاع آرومتر بشه. بیا بیرون دوناچو. دیگو دلاوگا اومده. دیگو دوست من، از دیدنت خوشحالم. شما نباید سفرتون رو به طرف مونتری زیاد عقب بندازین. زود باش، برگرد برو تو کلیسا. گروهبان گارسیا، همه جا نگهبان بذار. خوب مواظب باش. به افراد بگو اگه به چیزی مشکوک شدن بدون معطلی به طرف شلیک کنید. اطاعت میشه. اورتگا، زندانی رو همراه من بیار. افراد کلیسا رو محاصره کنید. باید مواظب باشیم کسی فرار نکنه. شما فکر میکنید اونا اومدن دوناچو رو با زور ببرن؟ ظاهرا باید اینطور باشه. صبح بخیر پدر. سینیور دلاوگا، تصور میکنم این بار اومدین که قانون پناهندگی رو بشکنید. نه ابدا. من اومدم از اشیاء کلیسا و جان شما محافظت کنم. در مقابل چی؟ در مقابل حمله بیخبر سرخپوستای دشمن. ولی این سرخپوستا با ما دشمن نیستن. They're all just like my children. اینطور فکر میکنین؟ اورتگا، زندانی رو بیار. اونا با تو چیکار کردن دوست بیگناه من؟ مواظب باشید پدر. این مثل یه حیوان درنده خطرناکه. اقرار کرده با سایر هم‌نوعانش خیال دارن کلیسا رو آتش بزنن و شما رو بکشن. ولی این امکان نداره. حرفایی رو که به من زدی بهشون بگو. حرف بزن. بگو که چطور مدت از خیال انتقام گرفتن داریم. چطور خیال دارین تو تاریکی حمله کنید. این حقیقت نداره. حرف بزن دوست من. تو نباید از کسی بترسی. مگه تو اعتراف نکردی که خیال دارین سفیدپوستای تمام کلیساها رو بکشید؟ میبینید؟ شهامت نداره این کار بکنه. من چاره‌ای ندارم جز اینکه این کلیسا رو تحت مراقبت قرار بدم. یک کلک دیگه کاپیتان موناستریو. اتفاقا برعکس، من فقط دارم انجام وظیفه میکنم. You are beloved by all the people. من نمیذارم شما اینجا تنها باشین در حالی که خطر یه قتل عام خونین وجود داره. اورتگا، زندانی رو از اینجا دور کن و خوب مراقبش باش. پدر، من رسما اعلام میکنم که این کلیسا باید تحت فرماندهی من باشه. شما باید مادامی که افراد من در اینجا مستقرن برای اونا پناهگاه و آذوقه تهیه کنید. حالا اگه اجازه بدین من یه اتاق خصوصی برای فرماندهی خودم انتخاب میکنم. گروهبان گارسیا، 2 نگهبان بردار همراه من بیا. خیلی ببخشید پدر. پدر، ما مجبوریم دستورات اطاعت کنیم.
منو ببخشید. بیایید. کاملا واضحه که فرمانده چه نقشه‌ای تو سرش داره. حالا که دیده نمیتونه به هیچ طریقی دوناچه رو بگیره، داستان حمله سرخپوستا رو بهانه قرار داده تا بتونه به هدفش برسه. تا موقعی که دوناچو تو کلیساس قانون پناهندگی شامل حالش میشه، درسته؟ درسته، ولی کاپیتان موناستریا میخواد اونجا نگرش داره و فکر میکنی تا کی میتونه بدون غذا و آب زنده بمونه؟ چه آدم حقه بازی. من با پدرم صحبت میکنم، اون از قانون اطلاع داره. شاید بتونیم به این نتیجه برسیم که موناستریا قانونا حق نداره از زور استفاده بکنه. خداحافظ پدر. پدرم خونه است یا نه؟ نه فعلا کاری ندارم. موناستریا و افرادش کلیسا رو در اختیار خودشون گرفتن. میخوان دوناچو از روی گرسنگی وادار به تسلیم بشه. Tonight, you must lock yourself in my room and play the guitar as well as you can. بله و منم باید قبل از اینکه پدرم نگران بشه برگردم. حالا برو به آشپز بگو یه مقدار غذا درست کنه که من با خودم ببرم. همه جا ساکت گروهان. بسیار خوب. پس یه مدت آزادی که بری غذاتو بخوری. زودم برگرد. صبر کنی پدر. شما نمیتونین مانع من بشین که تو کلیسا نه. اصلا خیال ندارم مانع بشم. ولی در ضمن پدر نمیتونم اجازه بدم که برای یه خائن غذا و آب ببریم. خیلی اشتها آوره. فکر میکنم از خوردنش لذت ببرم. لااقل اجازه بدین آبو ببرم که دوناچو تشنه نمونه. بذارین از آب مقدس بخوره. مطمئنم که تو جهنم یه جای خیلی داغشو برای شما در نظر گرفتن. I am sorry. They will not allow me to bring anything to you. I am not hungry, Padre. But you must be thirsty. You have had nothing since early this morning. It does not matter. But there must be a way in which I could at least get water to you. Please, Padre, do not endanger yourself. I have caused you so much trouble now. I do not wish to cause more. گروهبان بله کاپتان. بازم خوابیده بودی؟ نه کاپتان، باور کنید من چهارچشمی مواظب سرخپوستا بودم. میدونی مجازات خوابیدن در حال انجام بله وظیفه چیه؟ فرمانده، ولی من خواب نبودم قربان. منتظر بودم سرجوخه اورتگا برگرده. آره سعی نکرده بیرون بیاد و از کسی چیزی بخواد؟ خیر قربان، همه چیز کاملا ساکت. باید همینطور بمونه. کاملا مواظب باش. کاپتان. نگهبان، میخوام مواظب اون در کلیسا باشی. گمان میکنم تورس امشب سعی میکنه فرار بکنه. اگه فرار کرد بهش مهلت ندیم. مطمئن باش من دوناچو رو زیر بغلم قایم نکردم.
سینیور تورس نگران نباشین، این غذا و آب بگیرین. هر کسی هستی سینیور زورو ممنونم، ولی بیش از این برای کمک به من خودتو به خطر ننداز. زورو! میتونی از اون طرف فرار کنی. اینو برش من، بیا مواظبش باش. اون افتاد تو گورستان، دستگیرش کن. دنبال رو بیاد. اون هاش اونجاست، تعقیبش کنید. درنگتر بود. راسیا تا همیشه بمون. افراد به طرف اسبا. دیگو Diego, stop that infernal noise and open the door. Diego! Diego, what is the matter with you? Unlock the door! Yes, Father. Have you become as deaf as Bernardo? I have been pounding hard enough to wake the dead. Oh, I'm sorry, I didn't hear you, Father. I was busy composing. Composing, you call it? I have never heard anything so terrible. Ah, but it turned out beautifully. Listen. The night wind sighs awake, my love. Please, please, that is enough. I do not wish to be awake. I would like to have some sleep. Oh, forgive me, Father. I didn't know that you were in bed. If you got up as early as I do, perhaps you would retire at a decent hour. You're right. Maybe I'll do some reading. I'm afraid I will never be able to understand you, my son. Ever since you have come back from Spain, all you seem to think about is literature, music, painting. But, Father, that is my life. Just as yours is raising horses and breeding cattle. Yes. Well, everyone to his own taste. Good night, my son. Good night, Father. It's close, eh? آره، زورو برای مأموریت امشبش به کلیسا رفت ولی مناصریا برنده شد. تعداد سربازا زیاد بود، نزدیک بود منو بگیرن. دوناچو باید یه مدت دیگه این وضع رو تحمل کنه. دفعه بعد روبا باید از فکرش استفاده بکنه، نه از دندوناش. دفعه دیگه زورو کمکم خواهد داشت. و اون آدم تویی. یه سوار داره نزدیک میشه. ایست. تو کی هستی؟ کسی نیست، منم دیگو دلا وگا، اومدم پدر فیلیپو ببینم. اول باید اجازه بگیری. بسیار خوب، فرمانده الان کجاست؟ خوابه. تمام شب اون روباو که اسمش زوروه تعقیب میکرد. قروبان گارسیا مسئول اینجاست. کجا میتونم پیداش کنم؟ پیاده شو بگردمت، بعد خودم میبرمت پیشش. سینیور دلاوگا تقاضا داره اجازه بدیم به دیدن پدر بره قربان. منظور از ملاقات من یه نوشته قدیمی دارم که پدر فیلیپ میل داره اونو ببینه. تو میتونی بری سر پرست. خب دون دیگو، ممکنه این نوشته رو ببینم؟ البته.
این چیه یه نوشته محرمانه؟ تو اینو وارونه گرفتی. خودم میدونم که وارونه گرفتم، ولی خب چی نوشته؟ گمون نمی کنم زیاد علاقمند باشی بدونی. یه موضوع عجیبیه مربوط به اتفاقی که سالها قبل اینجا افتاده. عجیب؟ خب چی بوده؟ یه داستان جالب درباره مسافرها. خودت که میدونی داستانهای ارواح و این چیزا. داستان ارواح؟ راستش من فکر نمی کنم اینجور داستان حقیقت داشته باشم، ولی این داستان ظاهرا حقیقی به نظر میرسه و برای همینه که پدر فیلیپ میخواد اینو. ممکنه بگید چی بوده؟ بسیار خوب. اونطور که به نظر میرسه وقتی این کلیسا در سال 1771 ساخته شد، یک شب یک گروه افراد وحشی به اینجا حمله میکنن. اونا یکی از راهبا رو میگیرن و اینقدر شکنجه میدن تا دیوونه میشه. بعد میبندنش به همین درخت. البته اون موقع خیلی کوچیک‌تر بود. به هر حال از اون شب به بعد روح اون در شب‌های تاریک و بی‌ماه تو کلیسا ظاهر میشه. یعنی روح اون راهب دیوونه؟ تعجب میکنم که چطور قبلا نشدی گروهبان. سرخپوستای کلیسا ادعا میکنن که اونو دیدن، ولی خب میدونی آخه اونا یه کمی خرافاتی هستن. خب اونا فکر میکردن که چی دیدن؟ یک شبح که لباس بلندی تنشه و سوی قبرای پشت کلیسا بلند میشه. بعد تو راهروها حرکت میکنه و میناله و زنجیراش به هم میخورن. گاهی هم صدای خنده شیطان در میاره. بقیهش خیلی عجیب تره. گمون نمیکنم زیاد علاقمند باشی بدونی گروه. چرا ادامه بده دون دیگو، خواهش میکنم. خیلی ترسناکه. قول میدی به کسی نگی؟ آره قول میدم. خب اینطور که اینجا نوشته وقتی روح راه میره، ناقوسای کلیسا به طور مرموزی در رسف شب به صدا در میان و مردم میدونن که این یک اخطار به اتفاق ترسناک خواهد. اخطار؟ یک نغمه مرگ، مثلا مثل صدای یک جود. Of course you're much too enlightened to believe in those things. خب بعدش چی میشه؟ خب داستان اینطور ادامه پیدا میکنه که چطور یک شب نویسنده این ماجرا خودش زیر همین درخت با راهب دیوانه روبرو میشه. همین درخت؟ نوشته اون روح صورت نداشته. صورت نداشته و بعد یک دفعه روح میره و ناپدید میشه و داستان در همین جا به آخر میرسه. صبح روز بعد نویسنده این ماجرا رو اینجا پیدا میکنن، همین جا که تو هستی. بدنش کاملا خشک شده بود. مرده بود؟ متاسفانه همینطوره. یکی از سربازا پدر اون نوشته ایره که خواسته بودیم براتون آوردم. کدوم نوشته؟ بهتره بریم تو باغ تا دربارش صحبت کنیم. ولی موضوع این نوشته چیه؟ هیچی، فقط بهانه‌ای بود برای اینکه شما رو ببینم. حال دوناچو چطور؟ حالش زیاد تعریفی نداره. کسی نیست بهش غذا بده. اون سرخپوست بیگناه چی؟ اون هنوز زندانیه. تو انبار سنگی پشت درخت حبسش کردن. پدر به حس ششم اعتقاد داری؟ آره گمان میکنم. خب بگو ببینم حس ششم تو بهت چی میگه؟ میگه که این دوره ترس و وحشت به زودی سپری میشه. رموس بهتره دعا کنی. خواهش میکنم قربان، تا داستان روح راهب دیوانه رو برای همه گفتی، چرا به من نمیگی؟ یه قصه احمقانه است به درد پیرزنا و بچه ها. ولی من اینجور قصه ها رو دوست دارم. به هم قول میدی که اصلا نترسی؟ من بترسم قربان، من یه سربازم. خیلی خوب باشه. اینطور که گفته شده وقتی نصف شب ناقوس به صدا در بیاد، معنیش اینه که روح از قبر خارج میشه. الانم نزدیک نصف شب. راست میگی؟ خب به هر حال من روشن فکرتر از اونم که از این مزخرفات بترسم. بعدش چی شد؟ موهای تنم از حالا راست شدن. خب بعدش روح توی راهروها راه میره، میناله و صدای زنجیرش شنیده میشه. بعضی وقتا مثل شیطان میخنده. یعنی چجوری؟ مثل شیطان دیگه، کل فوج. کنتر راست برای چی زنگو به صدا دادم؟ من اصلا دست به زنگم نزدم گروفا. خب حتما یه نفر زده. کسی اونجا پیش توه؟ هیچ کس قربان، خودش به صدا در اومد. بازم زنگ زد قربان. فکر میکنم یه چیزی داره تو قبرستون حرکت میکنه. آره سرجو خورده، بهتره ببینی چه خبره. فرمانده باید جلو بره قربان. بسیار خوب، بیا با هم بریم. من که چیزی نمیبینم. نگاه کن.
برو کنار. معنی این کار شما چیه؟ کی نابودتر؟ یالا جواب بده. ما الان روح دیدیم قربان. روح؟ کدوم روح؟ روح اون راهب دیوونه رو قربان. It had no face. Phantoms and ghosts not exist. آتگاه برو سر نگهبانی. تو بیا نشون بده ببینم این روح کجاست. اون راهشش خودتون میتونید ببینید. بریم دنبالش. دنبال کی؟ شما بودین که الان تو قبرستون راه میرفتین پدر؟ نه من خواب بودم. صدای ناقوس از خواب بیدارم کرد. پس بهتره بریم بخوابیم. یه نفر داره با ما شوخی میکنه و فکر میکنم بدونم اون کیه. برگردید با شما هستم بیشورم. برگردید. میخواید من برم دنبالشون کنم؟ اونجا سرگیبش کن. اون کجاست؟ من نمیدونم کاپتان. اون که نمیتونه بخار بشه و بره هوا. ولی اون داستان میگه که میره. داستان؟ کدوم داستان؟ این نغمه مرگه. مثل که روح حقیقت داری. کاپتان مرد. تا آزادی دوست من. ممنونم سینیور زورو. بچه ها سب کنید برم بیام. من اینجا تنها نذارید. من دخمه شدم. سرخ پوستا. دهنم نمیخواد. همه بچه زودتر فرار کنید. بس کنید دستو. برگردید. مطمئنی که خطری نیست؟ تمام سربازا فرار کردن. منم در قفل کردم که فرمانده مزاحم نشه. حالا میتونی شام بخوری و بعدش بری به طرف مونتری. لطفاً بهم بگید چی اونا رو ترسوند؟ منم درست متوجه نشدم ولی حدس میزنم کار شخصی به اسم زورو باشه. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت اینترنتی ایران فیلم مراجعه نمایید.